ندای الله برای انسانیت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ای کسانی که ایمان آورده اید، از آن چیزهای پاکیزه که روزی شما کرده ایم بخورید و شکر الله را بجا آورید اگر واقعا هم او را عبادت میکنید. سوره بقره آیه 172. الله تعالی ما را در این آیه به 6 چیز راهنمایی می کند. یکم، ضرور است که در جستجوی رزق حلال باشیم. دوم، واجب بودن خوردن و نوشیدنی نعمتهای حلال و قطعا دست کشیدن از حرام ها. سیوم، واجب بودن شکر با عمل، با قلب و با زبان. چهارم، واجب بودن شکر به الله تعالی. پنجم، شکر محافظ نعمت موجوده بوده و کفر باشد محو کننده یعنی نابود کننده نعمت موجوده می باشد. ششم، واجب بودن یکتاپرستی الله و دوری از همه گونه شرک و وسیله های آن، زیرا تنها شخصی با تقوا و موحد از پی رزق حلال بوده و تنها او می تواند شکرگزار باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.